سلام علیکم پدران، مادران، دوستان، برادران و خواهران، محبوسان، مهاجران، مظلومین و مبارزای وطن. صحبت امروز از خبر خود شروع کنیم انشالله. برادر ما مبارز وکیل دفاع فرزند سرزمین ما جمشید یاروف تقریبا بعد از 40 روز زندانی آزاد شد. آزادی این برادر به همه شما مبارکبایی میگیم. مطمئن باشین که این هم اول لطف الله، بعد حرکت‌های شما، دفاع کردن شما، دعا و درخواست و سجده های شما نزد الله است. واقعا غیر از حرکت سر صدا کردن ما بازم نیاز به دعا داریم. طاعت عبادت ما باید که بیشتر باشه در راه. از الله طلب کنیم که مردم ما را سربلند وطن ما نگه بداره، از تا ما دیگه حتی یک وجب زمین ما ای دست ندیم. شاید تکراری بشه، در یک کنفرانس شرکت کردیم که نماینده ها از یک چند دولت اشتراک داشتن. بعد از سخنرانی یک سیاستمداری بلند مقامی همون شهر بود، همراه هم سلام کرد، دست ما سر نداد و خوب به چهرم نگاه کرد. بازگشت طرف برادرایی که همراه بودیم به طرف اونو گشت و به دقت نظر کرد. گفت که در چشمای شما عموما ترس نیست، شما گفت تشنه آزادی هستین، شما نفرایی هستین که میرسین به هدفتون. فقط گفت یک چیز فراموش نکنین که وقتی که سجده کردین نزد الله بازم زیادتر طلب کنین، دعا کنین، یعنی که از الله درخواست کنین و انشالله شما تیزتر به هدفتون میرسین. واقعا امروز است به گفته او راضی هستم که امروز ما مردم تاجیکستان، هر کسی که آزادی مظلوما را میخواهیم، کسی که آزادی و آبادی وطن میخواه، باید دست به دعا باشیم، از الله طلب کنیم تا ما را باز هم در راه خدمت به عقلای رسا و به قلبای پاک استوار بگردونه تا ما به هدفهای نیک برسیم. وطن مردم ما امروزا در مرحله های تقدیرساز قرار دارند. 10 روز آخر این ماه، یعنی که از 19 تا امروز 30 این روزهایی بدن که در صحیفه تاریخ تاجیکستان انشالله بدون شک جای خودشون پیدا میکنند. امروز هم میتوانیم بگیم که مبارزا آزادی خواه چند قدم با نزدیکتر شدن به هدفهای خودشون. قدم های تکان دهنده به در 10 روز اخیر، قدم هایی که واقعا بام ظالم لرزان. یاد دارم سخنهای مرحوم سوراف شریف و دیرکتور مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان وقتی 10 اکتبر اعلان شده بود، در همون روز 9 یا 10 اکتبر هم بین 2 روز یک روزش بود که همین کامنتری رو کردن حادثه را. گفت گروه 24 همه گروه را گفت با کولگی 15-20 کس میشناسد تمام و با قربی گم و بینام و نشان میشوند میروند. حاجی عمر الله رحمتش کنه بعد از شنیدن همین سخنا از من پرسید، گفت که چی فکر میکنی؟ میره چی جوابش بدیم در همین گپش؟ گفت میخوام فکر نظر تا بفهمم. من گفتم حاجی هیچی نگو، جوابی را وقت میته، جوابی را نباید ما خود دوزی بتیم کن، جوابی را وقت میته. امروز وقت خودش جوابی همون سخنای پوچ خالی را داد. نفری که دفاع از ظالم میکرد امروز خودی همون ظالم نامش حتی نمیگیرد. نه که گروه 24 گم و به نام نشان نشید، 10-20 نفر نه، 100 نفر نه، 500,000 نفر نه، امروز در تمام جا نامش میگیرن. هم نامش استوار موند، هم تا امروز نامش گم نکرد و از هدفش از راه خودش قفا نگشت. امروز وقت خودش جوابی او را داد. در کنفرانس ورشو 10 روز که دوام کرد توجه خاص بود بالای مبارزای تاجیکستان. کلا مبارزایی که او البته میدونه که نه تنها گروه 24 بود، حزب نهضت اسلام هم بودن و دیگر نفرای مستقل هم اونجا حضور داشتن، سخنرانی کردن. بنده امروز میخوام این نداره خدمت بیان کنم به همه حزب گروه سازمان ها، به همه شخصایی که در اون کنفرانس حضور داشتن، تانستن چهره ظالم آشکارتر کنن و دفاع کنن از مظلومای وطن ما. و همچنین مینداری من میرسانم به اون نفرایی که اگر که حضور هم نداشتن، نه که سهم خودشون نگذاشتن، چی علمی بود، چی مالی بود، اطلاعاتی بود، به هر روی که تونستن سهم خودشون نگذاشتن. در کنفرانس صحه برنامه که گذاشته بود البته موضوع گوناگون بودن، به مثال آزادی سخن، آزادی دین، آدم ربایی یا قاچاق انسان، حقوق کودکان، برابری مرد و زن در جامعه. خلاص اساس موضوع حقوق انسان بود. چرا که در روزهای اول قید کرده بودیم
و امروز هم خاطر رسان میکنیم که ای گروه 24 10 نفر پیشنهاد کردیم و اونا دعوت شدن. هیئت گروه 24 در نشست ورشو مسئول و راهبری میکرد برادرمون حسین اشرف. البته پیگیری میکردین، اخبارات ها نوارا را مشاهده کردین که از اول تا آخران روز کنفرانس هیئت ما حضور داشتن و در همه موضوع ها به زبان های گوناگون برآمد میکردن و هر یک اعضایی را که ما روان کردیم به او کنفرانس دست خالی نبود، همگان به برنامه وارد شدن و الحمدلله وقتی خارج شدن هم دست خالی نبرآمدن از اونجا. منظورم این دستاورده بود. خب البته یاد دارین که نمایندگان رژیم دیکتاتوری بعد از 4 روز اشتراک ترک کنفرانس ساحه کردن. این هم باشه تصمیم دلیگات نبود، فرمان جانب رحمانوف بود. البته میدونین که از پیش خودشون نفرا نمیتونن که خیلی کار رشن ببرن و فهمیدن که روز تا روز اولشون بد شدن میگیرن از جامعه جهانی. همین خیلی خلاصه برآوردن و بعد از این اقدام حادثه خبر یعنی که به ما رسید از طرف دوستا، رحمانوف به نزد خود به خونه وزیر کارهای داخلی رحیمزاده را و رئیس کمیته امنیت یتیم‌ها به اونا میگه که شما گفتین حل میشود کار، گفتیم قریب آوردین، امروز پگه کردین 1 سال زیاد با کلاگی گفتن نمیتون سخنو که در اونجا حرف میزنه. مقصد میگه که نه که امروز اوچتون فلان کردن، میگه همین گپ میزنه در نظرش و میگه که بگیرین حل کنین. اگر نه که یک تا در کامera قطعی نفرای 24 میشنی، دیگری در کامera قطعی نهضتی ها. همین خیلی هر دوشان میگم نفر را. این خبری است که از دوستان از داخل حکومت رسید و خبری 100% در این مطمئن باشین و شما مردم هم دیگر هم مطمئن باشن که در داخل حکومت شخصایی هستند که امروزا با منفعت مردم کار میبرن. شما خطانه تنهایی حس نکنین. این هم واقعا گپای مقصد پوچ خالی نیست، گپای آسمانی نیست. ما با شما همه وقت گفته بودیم که اگر در یگان حالت احساساتی اگر گپی ما گپ آسمانی نرود، در دیگه وقت ان شاء الله که هیچ وقت شما از ما گپی دروغ قبول نمیکنین. اینا سخنای هستند که 100% حق دارن و این حرکت‌های آخر واقعا حرکت‌های تکان دهنده بودن. مردم هم روحیه بلند داد و باز امید بخشید و مردم هم این را خوب قبول کردن، خوب قدردانی کردن. یه تشکر میگم به همه نفرایی که اینچنین قدردانی کردن، همه مبارزه برادرها را، روحیه مبارزه را بازم اینا بلندتر کردن به دستگیریشون. تشکر به شما و واقعا خیلی بنده قناعتمند نیستم به این دستاوردها که در 10 روز اخیر گفتیم پر سر صدا بدن. الله را شکر بد نیست، نه که قدر تشنه ایم که نباید قرار بگیریم، نباید که ما در وسط قرار بگیریم، نباید که ما به غرور داده بشیم. گرچنده که بد نیست، گرچنده که بهتر از اون چیزایی که ما 3 سال 4 سال پیش نداشتیم، نه که بازم میشه که بهترش کنیم. ولی ما در درجه عالی قرار نداریم. در حرکت‌های ما، در سخن و رفتار و کردار ما البته هست خطاگی‌ها و شما مردم برای ما همچو دوست، همچو یک آینه باشین. شما میتونین که نظارت کنین، پیگیری کنین حرکت‌های ما را و هر یک نقصانی که باشه در ما حتما تماس بگیرین و فکر نظر خودتون پیشنهاد کنین. فکر نظر شما البته قبوله. منظور مردمی است که واقعا خاص در فکر مردم وطن هستن، نه اون نفرایی که 10 رویه هستن امروز بد میگن و فردا تود میگن، نه اون نفرایی که بغیر از سفسطه‌خوانی کاری ندارن یا چقدر که برادر وایسیدین میگه نارسیسو و خیلی شخصا را نه صداشون قبوله نه سیماشون. برای همین تکرار میکنم که فقط دوستا و مبارزایی که واقعی ما قبول داریم، فکر پیشنهاد نظراشون میتونن که در تماس باشن و به ما مصلحت‌های خودشون بتن، مقصد فکر نظراشون بتن، خطاگی‌های ما را بگن اگر که مشاهده میکنن. او باقی به نام روشنفکر، تحلیلگر، شاعر، نویسنده و دراماتورگ و غیره یا وقتونه بهوده صرف نکنین. امروز چقدر که میدونین البته کم نیستن نفرایی که رژیم کنار موندگی ضد مبارزه وقتشون صرف میکنن، یک عملای نامردانه به مثل همین رژیمی که میخوام مبارزه را بدنام کنن. باز تکرار میکنم به مبارزایی که در صف ما هستن و نفرایی که طرفداری از ما میکنن، نفرایی که قدردانی میکنن زحمت‌های همین جوانو را، وقتونه به کارهای بیهوده شما صرف نکنین. توجهتون از صرف طرف رژیم رحمانوف کنین، طرفی وطن فروشا باشه، صرف توجهتون هم طرف باشه، باقی هم از دیگه جابجا میشوه. این رژیم با تمام قواش کوشش داره ما را بدنام کنه، از بین ببره. نیک موفق نشید و ان شاء الله نمیشه. پس که جا نگرانی میکنیم از سفسطه‌های 2 تا 10 رویه. دعوت به همه مبارزا، اعضاها و طرفدارای ما، وقتونه در کارهای بیهوده صرف نکنین.
باید دقت کنیم، کار بریم، خبردار ای نیرنگای رژیم باشیم، پشت سرنگون کردن رژیم مصروف باشیم که چی نیرنگا، چی برنامه، چی نقشه میکشن بالای ما و شما، بالای مردم از سرگردان کردن. دکبر سال گذشته به شما رسونده بودیم که بعد از سال نو یعنی ینوری 2016 این رژیم برنامه‌های نو داره ضد مبارزه. اونا دیدن که هر اسنادی که ضد ما روان کردن قبول نشید، جامعه جهانی ما را همچون آزادیخواه قبول کرد، نه تروریست اکستریمیست. رژیم به خلاصه اومد که جوانا را ای دانشگاه ضد ما ببره در میدانا، مردم بین خودش آواره کنه، خودشون تماشابین بشینن مثل موسیقی بگناه. اینا ما دکبر سال گذشته گفتیم تون خبردار کنن این چیزایی که امروزا شده است. این جوانا کجا میروند، برای چی میروند خودشون نمیدونن، بغیر از یک چند نفرش که البته که از طرف وزارت کارهای داخلی تیار شدگیان. شما را اگر از روز اول میگفتن که میرین در یک جا یک ساعت راست میستین میگردین میین، در مراتب دیگه گفتن تون که شیار بزنین، مراتب سوم گفتن تون که تحقیر کنین، در مراتب چهارم گفتن که استریکا کنین، مراتب پنجم گفتن که برین نزد خونه مبارزه جمع بشین، مراتب ششم در گفتن که بزا با سنگ چوب خونه اونا را، هفتم بارش در گفت که بزا کودک خرسول شد، وقتی هشتم بار رفتی گفت برور پدر مادر پیرش بیرون ملامتش که. امروز ترا گفتن برین خونه را سنگباران کنین که در اوجا غیر از یک زن و سه طفل دیگه کسی نیست. تو رفتی همین خیلی خونه را سنگباران کردی، یک خونه که در اوجا زن شده یک کودک. چشمات کشو کجا رفته استی، با چی کار دست زده استی؟ اگر ما رای خردسالی تکرار به تکرار نگفتن که ما دستگیری پیرانسالا باشیم، ما را نگفتن که ما باید کودکا را حمایت کنیم، ما را نگفتن که ما زنها را باید عزت و حرمت کنیم، مگر تربیت ما هم خیلی نباید؟ کی امروز شما را خیلی نامرد ساخت؟ کی شما را امروز خیلی نامرد ساخت که رفتین خانه ای که کسی نداشت که زید شما مقاومت کنه، قوا برابر نبودن، یک زن ضعیف بود سه تطیف و شما رفتین هجوم کردین؟ کی شما را خیلی نامرد ساخت؟ شما بعد این رفتارتون به چهره خودتون نظر کردین در آینه؟ اگر نظر کردین چی را دیدین؟ کی را دیدین؟ نفرت نیامد به خودتون؟ وقتی پدر مادر پیری برادر محمد صابی را میدان برآوردین، سمسود گذراندین، خودتون ایزو نکشیدین؟ به خودتون سوال ندادین که دختر 9 ساله شبنم چی گناه داشت، یا مادر پیرش چی عیب داشت؟ سگ مجبور شکار برده نمیشود، نه شما که آدم هستین. پس برای چی اینقدر به آسانی خودتون غلام ساختین؟ فکر نمیکنین که عاقبتتون چی میشود؟ فکر نمیکنین که اگر این رژیم زورش به ما میرسید بر وقت ما نابود شده بودیم، قطعی همه همین نفرها و نقشهامون؟ فکر نمیکنین که برای چی ما این نقشه‌های شما پیش عملی شدنش خبردار میشیم؟ برای که همون نفرهایی که در داخل رژیم هستن با سیاست همون رژیم دیگه باوری ندارن، شکست این رژیم درک کردگیان. شما را باشه همون 4-5 نفرهایی که میدونن به یگان راه این مردم، این ملت، این وطن دیگه نمیبخششون، اون همون نفرها شما را به منفعت خودشون کار فرماندستن. امروز شما را برآمدن وعده‌ای که 10-15 سال پیش میدادن، امروز برآمدن با همون وعده‌هاشون دادستن شما را. این رژیم فقط دروغ گفته است، فقط ما و شما را مکر حیله کرده است. این رژیم میخواد با این برنامه‌اش که ما مردم بین خودمون اندرمان باشیم و خودشون راحت باشن. گویا همه این کارا را خود شما جوانا نقشه میکشین، عملی میکنین. در بین او جوانا هست، من نمیگم که همه اونا گناهگارن، در بین نفرای هست که در ما اخبارات میتن، قسم میخورن که میگن همون خانه‌ای که میریم ما نمیشناسیم کیان، نه تاریخشون نمیدونیم، نه نامشون، نه نسبشون، نه و هیچ میگن نمیدونیم. این ابی از برده سنمون میگه اینجا نامورش نبیسیم که فلانی کی بوده، فلانیش چی بوده. یکی امروز هم این کارا در سر هم دانشجوها میزنن و تمام این کارا دانشجوها خودشون 6 تا نقشه کشیدن، باید بخزن امروز خانه فلانی پگاه خانه فلانی بروان سنگباران کنن، کودکان اونو را ظلم کنن، همسرای اونو را ظلم کنن. وزیر کارهای داخلی باشه میگم من عموما خبر نداشتم من این کارا. یعنی متدی
انمی رژیم ای. یعنی شما چی فکر میکنید من پروا ندارم، تو چی میگوی اساس داره ندارم، من پروا ندارم، من کار خودم دوام دادن میگیرم، تو گپ زدن میگی، گپای شما برای ما را اساس ندارن. هر گپی که امروز شما میزنیم با فکت دلیل میاریم میگه ای اساس نداره. ولی این هم پایان کار نیست. اخبارات دیگه به ما رسیده که این وطن فروشا نقشای دیگه بود دارن. در روسیه حتی در خود اروپا با نفرای نمد داخل میکنن برای کنترل مردم. در اروپا نیت دارن که برنامه جمعیت تاجیکا و جمعیت تاجیکستان فرهنگی و بوستان نوروز یک الانم یک خطی باید که آفیس دفتر رو بکشوین تا که مردم در اوجا کنترل کنن، شما را در کنترل بگیرن. به همین خاطر هشتونه در سر بگیرین. اون نفرایی که در داخل وطن هستین، شما جوانا لخته که دست یک ظالم شدین، شما جوان مردین. باوری دارم وقتی که هر یک شما زاده شدین پدرتون قفس سینه‌اش زد گفت الله مرا صاحب پسر کرد، مرد میشوه، امید کرد که فرزندش دوام دهنده عائله و اولادش میشوه، ستون به خاندانش میشوه، نه اینکه یک لختک. شما وقتی روبروی آینه میستین، سر و لباستون قد و قامتون را نگاه میکنین، اهمیت میتین، در آخرش یک مینوت همون را آرام بست، یک مینوت شه نظر به چهرت بکن، به خودت سوال بده که تو کی، کجا میره، این راه تو را به کجا میبره، همه خانت تو برای چی برآمده است، چی هدف داری، در زندگی چی میخوای، به خودت همین سوالا را دادی؟ به این سوالا جواب انیق فقط تو خودت میتونی که به خودت بتی، یگان کسی دیگه دادت نمیتونه جواب. اگر ناموس داشته باشی من امید دارم که هرگز قدم تو به او سمت مونده نمیشه که اونجا یک پیرزن یا که یک طفلی را برای آزار بتی. حتی اگر در او عائله تروریست باشه یا اکستریمیست باشه، تو نمیره اونجا زن مادرت فرزندی را آزار بتی. آدم ناموسدار با ایمان این کار نمیکنه. ما امروز هم میگیم که انشالله در پیروزی خودمون شک نداریم. ما چی در دوام مبارزه باشه و یا چی بعد انقلاب باشه، ما هرگز حرکت نامردانه انجام نمیتیم بالای یگان مادر خواهر و یا که فرزند رقیبمون. ما نامرد نیستیم. ما با یگان تایورا نه به فرزندش، نه به دخترش، نه به مادرش، نه به خواهرش، به یگان تایورا ما دست نمیرسیم. اگر که دست نداشته باشند در ظلم بالای مردم. حرکت ما ادامه داره. به یگان خیر راه سرای حرکت گرفتن نمیتونه. اگر که میتونستین در این قدر قتل کردنتون، در این قدر دزدیدن و کشتن و کار زدن و این قدر فشارهای آوردگیتون میتونستین سر راه ما را بگیرین، نه که نتونستین. هر کاری که میکنین ضررش بالای سر خودتون اومده است. این حادثه‌ای که 10 روز اخیر در رخ داد، این اول یا که آخری کار نیست. مبارزه دوام داره. در این 10 روز چهره‌ها بازم آشکارتر شدن. چهره‌های همه جانب آشکارتر شدن. مبارزه یک چند قدم دیگه پیش رفتن به هدفهای خودشون. احسن مبارک باشه. ای اولا لطف الله، بعد استواری و زحمت‌های خود شما. چهره رژیم شرمنده بود، با شرمنده تر شد. به همین پیشوای وطن فروشان نزد جامعه جهانی با شرمنده تر شدن. با او کارهایی که کردن، او کارهایی که انجام دادن روزهای اخیر، او استریکای کردن، او رفتن او دروازه‌ای که سازمان‌ها رفتن با چوب تخته و سنگ زدن، خودتون با شرمنده تر کردن. این حاصل جاهلی ختم بود. حسد خرا وقتونه به فایده به سفسطه خونی نگذرونین. اگر زیاد مریض باشین یگان کلینیک برین توبت ببینین، شاید خوب بشین. حاضر تیپ خیلی پیش رفتگیه، در شیزوفرنیک توبت میکنن. جوانایی که رژیم شما را بازی مبارزه بازی میدونن، شما حتی همون نقشه کشایتون که هسته حتی شما را لخته گفتگی نام گرفت موندگی هم بین چون لختکا میگن تون. یه هم خبری است که دوستا از داخل در آوردن شما را بین خودشون همون نفرایی که نقشه تون میکشن نام شما را لختکا موندگی. این هم با شرای انتخاب کرده خودتون بود که امروز لختک تون میگن. اگر وقتی خوندن و یا که گوش کردن نصیحت نداشته باشین، یک دو فیلم هست تماشا کنین. یکیش فیلم منقورت، نامش فراموش نکنین، منقورت تماشاش کنین حتما. همون نفرایی که امروز لختک نام گرفتگیه، شاید بعد از تماشای همین فیلم خارج بشین هم تئاتر لختکی. عزیزای مبارزا،
اولاد عائله مبارزه که امروزا در داخل وطن ایرای گرفتگی ما روزای وزمین پشت سر دارن، واقعا هم آسان است. احسن برای برداشت کردنتون. انشالله امیدوارم که درک کردگی ما را هم خوب میفهمین که راهی که ما گرفتیم ای از مستی ما نیست، از مستی ما انتخاب کردگی نیستیم. ما را ناموس مجبور کردگی که قیام کنیم در همین راه و یگام چیز دیگه نه، فقط چیزی که ما را مجبور کردگی این ناموس است. وقتی شما را مجبور میکنن به نوار میگیرنتون که زیدی فرزنداتون صحبت کنین، حرف بزنین، فرزنداتون را بگردین که ای راهتون بگردین، رحمان شما را میبخشه. امروز هم نسبت یک برادر دیگه با نوار برآمدگی یا البته میدونین که نقشه و برنامه خودی همین رژیم است و حرف وقتی که شما حرف میزنین که بگردین رحمان شما را میبخشه، خوب قبوله، او را میبخشه، او را میبخشه برای که این قدر اذیتش کردیم، غمش دادیم، برای سیراش فاش کردیم، چهرهش آشکار کردیم، برای وطن فروش بدنش اثبات کردیم. ها او را میبخشه. حالا که تا امروز کسی را نبخشیده، به همه خیانت کرد. اگر که بگذار ما را هم ببخشه، اینا ما را ببخشه، تیار باشه که ما را به گل، به رقص بازی و به نام دراشگاهی که در تای پشت میپرتن به اون هم و پیشواز ما میگیرن، ما را ببخشه. نه که گپ در سر ای است که آیا ما میبخشیم؟ آیا ما میبخشیم شخصی را که وطن ما را فروخت، مردم ما را به آب رو کرد، در بدر کرد، دین ما را پایمال کرد؟ آیا ما میبخشیم؟ نه. در سیاست ما جنایت و خیانت بخشیده نمی شود هیچ وقت.